سلام و صد سلام. دومین روز هفته است و باز ما مزاحم اوقات شریفتون شدیم با رادیو پیک. خب خوبین، خوشین، سالمین، رو به راهین، همه چی ردیفه، دماغتون چاقه، اوضاع بر وفق مراده یا نه؟ در حالی که 2 هفته بیشتر تا عید باقی نمونده، ماییم و آجیل قسطی و قیمتای نجومی و سونامی دستگیری ها و قس الازالک. خب طبیعتا باید گفت دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا، نه بلا. دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا. احوالی به آدم میمونه؟ نه بلا. متاسفانه خبردار شدیم چند تا از این آقازاده ها و ریچ کیدزا یه حرکت لاکچری زشت رو دارن مد میکنن واسه سفره 7 سینشون دنبال خریدن سمندر و سوسمارن. نکنین آقا، گناه داره. با محیط زیست بد تا نکنین. این همه حیوانات دیگه داریم که با سین شروع میشه: سید علی معظم الله، سردار خالیباف، سلیمانی، قاسمشون، سید احمد خاتمی، سرلشکر فیروزآبادی. از این جک و جونورا که زیاده، از اینا بذارین سر سفره 7 سینتون. بعد 13 بدارم یا ببرین دوباره تو جنگل آزادشون کنین یا بریزینشون تو فاضلاب خونه، برگردن به طبیعت یا بازیافت بشن. هفتینو بچین دوباره، اون که در میزنه بهاره، واسه دیدارش دل من بیقراره. حاج احمد خاتمی معروف خرچنگ عمامه‌دار نظام اعلام کرده که کمیته تعیین جانشین رهبری در حال بررسی صلاحیت افراده. ظاهراً معظم الله عمود خیمه در حال قمصور شدن و مجمع ریش و پشمیان در تکاپوی پیدا کردن یک عظمای در حد آکبند، لاستیک پن، شاسی بلند با مهشکن و باند خربزه‌ای هستن که اقلاً یه چند سالی تو این جاده مالروی نظام کار کنه. آقا ما اگه بخوایم عظما بشیم میتونیم؟ شرایطش چیه؟ بگین شاید ما هم رفتیم کاندید چیم. والا ما از معیارهای تعیین یا رد صلاحیت افراد واسه عظما شدن بیخبریم. منتها بر اساس موازین قانون اساسی ولایت فقیه ما یه حدسایی زدیم. اول اینکه مرد باشد. این که میگم مرد یعنی مرد، ماشاءالله مرد با یه پیاده رو سیبیل و 3 قبض ریش. پهنه گیتی موجودات بسیار زیستند با ظاهر یک مرد، لیک بسیاری شایسته نام مرد نبودند. واسه این سخنرانیت باید به جایزه بدن. راست میگه، اماش هم همینو میگو. مرد اونا ما دومیش این که دوره فقه و در محضر علما و آیات اعظام مثل سعید طوسی قشنگ سپری کرده باشه و خیلی خیلی فقیه باشه. سوم این که فضانورد باشه و بتونه با یه منقل کهکشان راه شیری رو طی کنه. مینیمم هم 10-12 تا عملیات تروریستی و اعدام دست جمعی شرکت داشته باشه. ترجیحاً عراقی یا هندی باشه. بورکینافاسویی و ونزوئلایی هم پذیرفته میشه. البته با اسرائیل هم باید رابطه خوبی داشته باشه تا دوباره زارتی به درک واصل نشه و ما مجبور شیم تون بریم یه عظما پیدا کنیم. آقا شما ولی فقی مونی؟ نه این ولی فقی من نی. میای ولی فقی منشی؟ پس آن ولی فقی تنچی؟ پس اون ولی فقی تون چشک بیا. تو هر کاری شراکت خوبه غیر دزدی. تو سرقت‌های بزرگ اگه پای چند تا دزد وسط باشه، موقع تقسیم سرقت ایجاد همیشه دعوا هست. مثل همین اتفاقی که تو مجلس سران دزدهای اسلامی اتفاق افتاده. ماجرا از این قراره که شورای نگهبان ولی سارقین جهان تصویب کرده سقف حقوق مدیران رژیم آخوندی 24 میلیون باشه و واسه تصویب فرستادنش مجلس و دزدای مجلس هم از ترس اینکه دوره بعد رد صلاحیت نشن همچین محکم مورد تایید زدن و حالا سر صدای بقیه دزدا بلند شده. لاریجانی سرکرده باند شورای سارقین اسلامی تو مجلس آفتابه رو گرفته رو تشکیلات جمنا، گفته که اینقدر از حقوق 24 میلیونی انتقاد نکنید. میخواید فیشای حقوقی مجلستون رو کنم؟ بعدم گفته که خود شورای نگهبان بانی افزایش حقوق تا سقف 24 میلیون تومان بوده. پس چرا از شورا انتقاد نمی‌کنید؟ نکنه از رد صلاحیتتون میترسید؟ اینا واقعا مردمو چی فرض کردن؟ قانون غلط واسه دزدی نجومی تصویب میکنید، بعد منت هم میذارید که نه ما نمیگیریم. دزدا میان ندارن یه تپریش بذارن. آخر زمان است ببم، آخر زمان است ببم. دوره اختلاس است، کار یه عده خاص است. پیچان است ببم، پیچان است ببم. آقا دیگه کم کم باید تابلو سردر شهرداری رو بیارن پایین و به جاش بنویسن بیابروخانه خالیباف و برادران. داستان اینه که از دستشون در رفته و افشا شده که 4200 نفر ولایت مدار و 7 تیرکش گازنبری از مداح و بادیگارد گرفته تا اخوی و ریش و پشمیا بدون کمترین تخصصی استخدام مترو شدن.
آقا امروز تصمیم گرفتیم تو رادیو پیج آگهی‌های استخدامی شهرداری رو پخش کنیم، بلکه یه 4-5 هزار نفر دیگه هم به صورت اتوبوسی و گله‌ای استخدام بشن. آگهی استخدام برای آبدارچی بیت ولایت به تعدادی کارگزار ولایت مدار با ارادت شدید و گوسفندگونه به مقام عظما، تسلط به تهیه بساط مصرف اعم از سنتی و صنعتی، متأهل و دارای تعداد متنابه و قابل قبولی بچه، حقوق آخر ماه با کسر مالیات و شارژ ایرانسل و بسته زود تمام شونده اینترنت و عوارض 600 چوق دستته بسته. آگهی استخدام برای امور خطیر شهری به تعداد محدودی، مثلا یه حدود 4-5 هزار نفر از واجدین شرایط برای استخدام در امور خطیر شهری، نظیر قدم زدن رو سکوی مترو، بیلبورد زدن درباره مرگ بر آمریکا و ما گنده خاورمیانه هستیم و شغل خطیر حضور حماسی در پای صندوق‌های رأی و نظارت و حمایت و همراهی و همدلی و دوستی و صفا و صمیمیت یه پک بزن برو فضا نیازمندیم. با حقوق 9 تا 11 میلیون تومانی و افزایش 250% حقوق در 2 سال. آگهی استخدام یک مالکش به یک استاد پاکار و بیوقفه به صورت تمام وقت نیازمندیم. شرایط استخدام دارای سابقه مفید در سفیدکاری و سکوتکاری و ماسمالی که به کوچه علی چپ تسلط داشته باشد نیازمندیم. ترجیحاً مهدی، حتما چمران. در انتها هم یک کلام از ته دل یه هموطن لورمون رو بشنویم. دمش هم گرم. منتظر وایس های ارسالی شما هم هستیم. ابناره آقا دستش درد نه. اینو مشکلی نیستن. مشکل اینه که دکر و قوینین موزن نفت موزن سکو گرد مره مگه پیل اوسه مره نونم سوریه و نوم سید حسن نرسولا اوسه خاری ایران مردم توچه سن نوهشکف فروش سرطان خب اینون بیلیاقتی حکومت برا رو فردوسی دیگه چه شریا زیبایی موه اگر ناکس به ده کت خدایی کند کشاورز باید گدایی کند توفو بر توی چرخ گردان توفو ناکسن 4 تا بچه مولا بیار رئیس و رئیسو مری ای اولا تیرو گرد تلیاردر ایلا تیرو بوگن و دوز و بدبخت